Ladies and gentlemen. بچه امروز میخوام در مورد بند دوربین باهاتون صحبت کنم. شاید کمتر کسی اینو بدونه. یه تکنولوژی داخل بند این دوربین به کار رفته که ایناش واو. توی دوربینای آینه دار 2 جا هست که نور ازش رد میشه و به سنسور میخوره. یکی از جلوی دوربین است، یکی پشت دوربین و این قسمت ویزور. حالا یه وقتایی هست که ما میخوایم یه جایی تاریک عکس بگیریم و نمیخوایم نوری مزاحممون باشه و فقط میخوایم نور از این قسمت وارد دوربین بشه و به سنسور بخوره. چیکار میکنیم؟ میایم این تیکه ویزور رو جدا میکنیم و اینجا واسمون یه دونه تیکه پلاستیکی گذاشتم، یه کپ گذاشتم. این میاد اینجا. حالا با یه دست سخت من میخوام نشونتون بدم، ولی این صورتی که میبینید میاد جلوی چشمی دوربین رو میگیره و دیگه نوری از این قسمت به سنسور نمیخوره. نور مزاحمی دیگه از سمت پشت سنسور نداریم.